درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 23 مارت. در بلگیا امروز به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله‌های خونین تروریستی در شهر بروسل ماتم 3 روزه ملی آغاز شد. در بمبگذاری‌های روز 22 مارت در فرودگاه زاونتم و در مترو شهر 34 نفر کشته شدند و بیشتر از 200 تن دیگر زخم برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی در بروسل میگوید عین زمان جستجوی نجیم لخروی، یک جوان دیگر که همراه با مرگ طلبان در عکس‌ها در فرودگاه دیده شده است، ادامه دارد. در سراسر بلگیا مردم سعی دارند برای پیدا کردن افراد باقی مانده این حلقه تروریستی کمک کنند. دیگر اوضاع زود به حالت عادی برمیگردد. من دیدم که مردم به کار می روند. ماشین زیاد است، ولی تفاوت این است که حضور نظامیان در کوچه ها زیاد دیده می شود. گروه افراطگرای دولت اسلامی این بمبگذاری ها را بر دوش گرفت. رسانه‌های بلگیا امروز گفتند برادران خالد و ابراهیم بکروی خود را در فرودگاه بروسل ترکانیدند. گفتگوی کامل در این باره در وبسایت azadi.org. در شمال تاجیکستان امروز یک کارخانه بزرگ تولید سمنت را مورد بهره برداری قرار دادند که سالانه بیشتر از 1 میلیون تن محصولات ساختمانی استحصال می‌کند. در مراسم افتتاح کارخانه مشترک خواکسین غیور سوخت سمنت در ناحیه باباجان غفوروف، امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حضور داشت و گفت که این کارخانه با دستگاه‌های معاصر مجهز شده است و جوابگوی معیارهای بین‌المللی است. در گزارش تلویزیون دولتی تاجیکستان از کارخانه گفته شد که خواکسین غیور سمنت با سرمایه جمهوری مردمی چین ساخته شده است و از این بعد تاجیکستان میتواند واردات سمنت از خارج را بس کند و از حالا برای صادرات سمنت به افغانستان قرارداد بسته است. در کارخانه خواکسین غیور سوخت سمنت 1300 نفر صاحب جای کار شدند. وبسایت های مخالفان دولت تاجیکستان در خارج از کشور خبر دادند که ممکن است زرافو رحمانی، یک عضو فعال حزبی ممنوع نهزتی اسلامی، به زودی آزاد شود. وبسایت ها و پیروان حزب در خارج تاجیکستان گفتند زرافو رحمانی به سبب بیماری و داشتن فرزند خردسال شاید از بازداشتگاه به حبس خانگی گذرانیده می شود. با گفته آنها سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند که زرافو رحمانی را آزاد کند و حکومت سرنوشت این حقوقدان 44 ساله را بررسی می‌کند. مقامات تاجیکستان این گزارش‌ها را شرح ندادند. زرافو رحمانی را همراه با 11 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا تروریستی اعلان شده است با اتهام طرح‌ریزی آشوبی خونین ماه سپتامبر در دوشنبه دستگیر کردند، هرچند خودشان میگویند که بیگناهند. در پایگاه اسب دوانی در نوروزگاه شهر دوشنبه امروز اصپی بهزاد فیض‌الله مدیر شرکتی وویلون غالب آمد. در این مسابقه در میان 80 اسبی چابک سواران از ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان اسبی ذاتی سفید که آن را ورس نام گذاشتند 2200 متر را پیش از همه طی کرد و صاحب شاه جایزه شد. اسبی رخش روحانی شناخته حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در پایگاه مقام دوم را گرفته است. این اسب تولد 2007 می باشد. ای 2007 ای تویش در دست خودم تربیه گرفتگی. این اسب ایگاله دشمندی فیض‌آباد ای حاجی دوستی من به توفا کردگی بود. این اسب همون ذاتی همون حاجی دوستی ای تویش تربیه کردگی. این اسب حاجی صاحب اسب فیض‌الله بهزاد. مسابقه اسب دوانی در دایره برنامه‌های ایدانه نوروزی در دوشنبه برگزار شد و این برنامه‌ها تا روز پنجشنبه در سراسر تاجیکستان ادامه می‌کنند. و جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.